سلام بچه، ببینید خوش اومدید بچه. شاید براتون سوال باشه چرا با اکانت اومدم لولش 2. بچه اومدیم آموزشی رو بهتون بدیم که سی پی روزی 60 تا سی پی دریافت کنید و این هم تا چند روز هستش، همون روزی 60 تا سی پی. و بچه اینا اومدن و بچه این هستش. اینجا هستش، شما با گرفتن بعضی از این امتیازها میزنید گردونه میچرخه یا مثلا میفته رو سی پی. الان 20 تا سی پی بهم داد و دوباره میزنید اگر 40 تا رو بده، خدا کنه بده که نداد. و این بود. ما حالا دوتاشو یه دونشو اینو بزنیم گردونه رو یا علی و اینو. خب بخیال بچه، برای اینکه اینو به دست بیارید شما نباید اکانتتون سیو اکتیویژن باشه تا نشون بدم چجور سیوش کنید که این برای شما بیاد. حالا سیو اکتیویژن نیست و اومده چون که از داخل گوگل درستش کردم. شما میایید داخل اینجا میزنید اگر سیو اکتیویژن نیست اکانتتون لولش بالا، مثلا لولش 200 سیو اکتیویژن نیست، بخواید اینجور سی پی دریافت کنید برای اکانتتون خیلی خوبه. تا فکر کنم 3 روز، 3 روز میتونید سی پی دریافت کنید. یه بعد 3 روز کنم بره یا بعدش بچه آپدیت میشه. شما کلشو بگیرید دوباره میاد، دوباره میتونید بگیریدش. بعد ما الان میایم سیو اکتیویژن کنیم این اکانت رو، ببینیم میاد یا نه. نمیاد چرا؟ من یه دقیقه ویدیو رو استاپ کنم. نه اومد. خب یا میزنیم این. بچه حتما ویدیو رو لایک کنید، ما رو دنبال کنید، بازدیدار رو بتره کنید. بچه این هم هست. شما برای که چیز کنید یه مثلا یه بچه بذارید من ویدیو رو کات بدم، اون ایمیلش رو اینا رو بدم. خب بچه من اینجا زدم، اینجا شما ایمیلتون رو بعد نگرش دارید. گذر واژه همون پایین میزنم. بچه برای که همون ریجن بخواید انتخاب کنید میاید کدوم کشور، میاید پایین اینو میزنید، این کشور تیکارم میزنید، اینم میزنید. و اگرم اکانتتون سیو بود میتونید یه اکانت دیگه بسازید و با اون سی پی بگیرید. از این جوایز خوب اکتیویژن قانونی هم هست، برای خودتون لذت ببرید و تیکشو میزنید. منتظر میمونیم تا بره روی اکانت و درست بشه. یه لحظه صبر کنید. خب ما اومدیم داخل اکانت، در گوگل رفتم. خب نمازش شما این جوایزی اکتیویژن هم میتونید بگیرید
گوست نمیدونم از این چیز میداد. بله بعد اینا روز به روز باز میشه. شما میتونید اینو دانلود کنیم. طول میکشه. بچه حتما دنبال کنید ما رو، کانال ما رو دنبال کنید، ویدیوهای زیادی میذاریم و لایک کنید، کامنت بذارید، جا میذاری شایی بذاریم دیگه، بستگی به خودتون داره. این هم از این بود آموزشش. از اون روش میتونید بگیریدش. نه چیه بعد کارتو بگیریم. اگر کسایی که اینو دارن و خبر ندارن بچه فکر کنم تا یه مدتی هستش، اینجور نیست. آقا دمتون گرم تا اینجا نگاه کردید، مرسی. دیگه حرفی نمیزنیم، لایک کنید، کامنت بذارید، ما این گردونه بزنیم چون این سیب به دردمون نمیخوره دیگه. باگشو نمیزنم چون باگشو بلد نیستم والا. اسنایپی شد. آقا خوبه اینجا نیست بد باشه. این ما که زدیم بیاید مالی کلاس رنگی هم بزنیم و مدیک رنگیه که همه میگن قدیمه و فلان و بمان و اینا. اینم بزنیم. با یه دونه میتونیم بگیریمش. نه نداد. دید بمون. خب دیگه بچه دمتون گرم تا اینجا نگاه کردید. مرسی از همراهیتون. دیگه حرفی نمیزنیم و حتما کانال ما رو دنبال کنید، ساب کنید. میسپارمتون به خدای بزرگ. خدا نگهدار.